مرگ می آید بدون ایزی پا. پاره از داستان فدای بچه شدگار و راحله، کتاب ناله های بادی استاد اعظم خجسته، با صدای بنده هلالی سود. آره آره، مرگ انجامی حیات، کی دهد بر آدم امیدی نجات. همراهی هر زنده در هر کجا، مرگ می آید بدون ایزی پا. بی خبر آید سراغ جان کس، بی خبر از هر هوای و هر هوس. می برد او طعمه خود را به گور، گه به نرمی گه به تندی گه به زور. مرگ می آید گه از راه آب، گه ز بی خوابی گه در وقت خواب. گاه روی تکه از یک بنان، می رود او بر سراغ مرد و زن. پشت فرمان گاه ظاهر می شود، سجده هم بهر شاعر می شود. گاه می آید بر روی بسترت، گاه می یابد تو را پشت درت. گاه پشت خط تلفن های بد، با قطار واژه از ره می رسد. گاه با آه اسیرت می کند، از خودت از عمر سیرت می کند. مرگ با هر چیز و هر جا می رسد، بی اجازت بی تمنا می رسد. جملگی در چاره او ناتوان، گشته تسلیم خدای لامکان. لیک مرگ این جوان نازنین، مرگ دیگر بود از نوع خشین. حاصل ظلم و ستم های زمان، حاصل جبر و ستم بر آدمان. روز شد مادر ندید عبدالرحیم، سر بداد او ناله های وارحیم. دل شهادت داد فرزندت گذشت، رفت راهی که ندارد بازگشت. بس که قلب مادران آینه است، خانه عشق است و یک گنجینه است. این حقیقت بار دیگر شد یقین، جاودان کس نیست در روی زمین. خاصانی که مریض و ناتوان، کس ندارد جز خداوند جهان. می کرد و گریبان می درید، در زمین کن همچو سایه می خزید. روح او در جسم او محصور بود، رنگ احساس از تن او دور بود. چون بدید او جسم سردی پوری خود، این جهان را دید همچون گور خود. شیون و فریاد او پایان نداشت، حالت مانند یک دیوانه داشت. روی و مو می کند مادر از الم، ناتوان در نزد آن جبر و ستم. سر به سوی آسمان فریاد زد، روسری را پاره کرد و داد زد. ای خدا این امتحان از بهر چیست، این غمی بر من رسیده جبر کیست. قلب سنگ از آه مادر آب شد، آسمان از نوحه‌اش بیتاب شد. وصف و تصویر چنین یک منظره، می برد طاقت ز دلها یکسره. می برد طاقت ز دلها یکسره.